أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سروران گرامی و حضار محترم، آیه 94 از سوره نساء به حضور مبارک شما تلاوت شد. در این آیه الله عزوجل به مؤمنان دستور می‌دهند که ای مؤمنان، در هر موضوعی، در هر کاری بدون تحقیق و تفحص شما هیچ کاری را انجام ندهید. هر خبری، هر گزارشی به شما رسید می‌فرمایند که فتبینوا، خوب تحقیق کنید و بعداً شما اگر عملی را انجام دادید انجامش بدهید. و اینم جزء سیرت حضرت رسول الله است که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آیات زیادی در قرآن آمدن وقتی که یک خبری، یک گزارشی، یک مسئله به شما رسید: ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر یک شخص که اون را نمیشناسید، مجهول الحال هست و صداقت و دروغش به شما معلوم نیست، به شما خبر داد که فلان کس نسبت به شما این ظلم را، این حرف را، این حدیث را گفته، شما فوراً تصمیم نگیرید. تصمیم گیری عجولانه پیامدهای بسیار بدی را دارد. قبل از این الله عزوجل آیه 93 امین سوره الله عزوجل از یک موضوع صحبت می کنند که اون قتل نفس هست. قتل نفس یکی از گناهان کبیره هست و علما میگویند بعد از شرک اولین گناه کبیره قتل نفسه، که یک کسی یکی را به ناحق بکشد. الله عزوجل در اینجا برای کسانی که به قصد و عمد انسانها را میکشند، برای اون قاتل الله عزوجل 5 جزا را ذکر کرده. جزای دنیایش که کسی را بکشد به عمد و به قصد قصاص هست، مگر اینکه اولیای دم عفش بکنند و یا دیه‌ای بگیرند، و الا حکم شرعیش کتب علیکم القصاص فی القتلی. قتل عمد کدام قتله؟ قتلی هست که انسان میداند
که با این ضربه طرف میمیرد، مستقیم به سرش به سینهش شلیک میکند و اون را با چیزی که قاتل هست مورد هجوم قرار میداد، میداند که اون میمیرد. این قتل عمده. این که در دنیا گفتم که اون انسان مجازات می شود، مجازات دنیوی از نظر قرآن و شریعت دارد، اما در اینجا خداوند مجازات اخروی و آخرتش را بیان می کند. می فرمایند که و من یقتل مؤمنا متعمدا، جا لفظ مؤمن آمده، اما در سوره مائده آمده که من قتل نفسا بغیر نفس کانما قتل الناس جمیعا. یکی که یک انسانی بیگناهی را بکشد گویا که همه انسانهای روی زمین را کشته. من قتل نفسا بغیر نفس فکانما قتل الناس جمیعا. و در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله می‌فرمایند یک کسی که غیر مسلمانه در کشور اسلامی زندگی می‌کند، تحت حمایت و حفاظت مسلمانان هست، و اگر یک مسلمان اون غیر مسلمان را بکشد، هر دینی، هر آیینی، هر باوری که دارد، این مسلمان را ما به جایش قصاص میکنیم. این فتوای امام ابو حنیفه است. می‌فرمایند که در اینجا و من یقتل مؤمنا، هر کسی که یک مؤمنی را متعمدا به قصد و اراده بکشد، و جزاؤه جهنم. اولین چیزی که خدا میگوید جزایش جهنم هست، و بالاترین جزا جهنمه. ربنا من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. جهنم من آتش جهنمه. در سوره آل عمران است که به صورت دعا آمده ربنا من تدخل النار فقد اخزیته. هر کسی را که تو در جهنم داخل کرده اون رسوای عالم است، رسوای دو عالمه. اولین جزا در اینجا جهنم ذکر شده، خالدن فیها، خالدن فیها. این اشتار خیلی بزرگی است. علما اینجا مسئله دارند. خوارج می گفتند که هر کسی مرتکب کبیره بشود از دین و ایمان خارج می شود، در جهنم دائم هست. و این آیه مطابق باور اونا اینجا صحبت می کند، در حالی که اهل سنت والجماعه، مذاهب اهل سنت والجماعه می گویند که مرتکب کبیره دائم در جهنم نیست. پس در اینجا امام ابو حنیفه رحمه الله این آیه را دو تأویل می کنند. میگه خالدن فیها در صورتی که کشتن مسلمان را حلال بداند. مستحل دم مؤمن، مستحل حلال داننده خون مؤمن، میگن کافر میشود، پس خالدن فیها مشکلی نداره. یا اینکه در تفسیر بیضاوی و غیره آورده که خلود به معنی مکث طویل، دیر موندن در اونجا، که تا مدت طولانی در جهنم میماند. مکث طویل، ماندن طولانی. یا خلود به معنی ماندن طولانی هست که این در مدت طولانی در اونجا میماند. عرب ها به این سنگه هایی که در بیابان دیگر بر اون میگذشتند و به صورت پایه از اون استفاده میکردند، اونا سیاه میشدند، اما سیاهی اونا زود از بین نمیرفت. سالهای سال میگذشت
ضمن اینکه برف می آمد، باران می آمد، هواهای مختلف بر اون رد می شدن، اون هنوز سیاه بود و اونا می گفتن خوالد. این پایدیگی که سیاه هست و دائم سیاه، اگرچه سیاهی اونا ابدی نبود اما اونا را خالدن یا خوالد می گفتن. این تا مدت طولانی در جهنم می ماند. 2 3 و غضب الله علیه، کسی که مردم را می کشد و مردم را به قصد، مؤمن را به قصد به قتل می رساند، خداوند می گوید اون مبغوض الله ذوالجلاله، غضب خداوند بر اون هست، دائم غضب الله بر اون هست. و در قرآن مجید در سوره فاتحه ما می خوانیم که خدایا راه نیکان را به ما نصیب بکن، نه راه کسانی که مغضوب علیهم الضالین هستند. انسان میگه آمین. مغضوب علیهم که بیشتر درباره یهودیای منحرف استفاده شده که خداوند میفرماید فباءوا بغضب علی غضب، غضب بر غضب بر سر اونا بود، چون نه آیین موسی را داشتن، نه بر تورات عمل میکردن، نه به روش حضرت موسی و هارون و انبیای خدا عمل میکردن، لذا اونا مغضوب علیهم بودن و غضب الله علیه. این 3 4 ولعنه ملعون خداوند هستند، اینا را خداوند لعنت میکند. این 4 و 5 میفرماید و اعد له عذابا عظیما، برای اونک عذاب خیلی بزرگی را خدا آماده کرده. یعنی برای یک قتل نفس، برای قتل و کشتن یک نفس خداوند تبارک و تعالی این همه جزاها را ذکر کرده که 5 جزا بودن. یکی جهنم هست، 2 دائم در جهنم هستند، 3 غضب خدا بر اونا هست، 4 لعنت خدا بر اونا هست و 5 برای اونا یک عذاب خیلی بزرگ آمده شده. از کشتن یک انسان، کشتن یک مؤمن گناه کوچکی نیست. خداوند در سوره فرقان می‌فرمایند که والذین لا یدعون مع الله الها آخر، عباد الرحمن کسانی هستند که به امرای خدا هیچ کسی را صدا و ندا نمی‌کنند، نمی‌خوانند، دیگری را فریاد رس و حاجت روا و مشکل گشا نمی‌دانند. و دوم ولا یقتلون نفس التي حرم الله الا بالحق، هیچ کسی را به ناحق نمی‌کشند. و سوم ولا یزنون، زنا هم نمی‌کنند. اینا جز گناهان کبیره هستند. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه می‌فرمایند که از رسول الله سوال کردم که ای الذنب اکبر، کدام گناه بزرگترین گناهه؟ گفت ان تجعل لله ندا و هو خلقک، برای خدا شریک قرار بدهی در حالی که خدا شما را آفریده. خالق شما الله هست، در خالقیت و مالکیت و رازقیت الله هیچ کسی شریک نیست. ثم ای ان تقتل ولدک، کشتن جرمه، اما این که فرزند خود را بکشه، که عربهای جاهلی دختران خود را زنده به گور می کردن، یا اینکه فرزندان خود را گفتن زیادن، ما فقیر هستیم نمیتوانیم اینا را نگاه بداریم، گفت یک 2 3 تایی را بکشه کمتر بشود. در حال خدا نحن نرزقکم و ایاهم، من شما را اونا رو روزی میدم. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، از گرسنگی فرزندان خود را نکشید. و سوم گفت ان تزنی حلیلة جارک، زنا گناه 3 هست، خصوصا با این کسی که در همسایگی شما، در کنار شما، یا که شما را امانتدان، شما را امین دانسته، به شما گویا که پناه آورده، همسایگی شما را قبول کرده، شما به ناموس اون خیانت میکنید. رسول حضرت عبدالله بن مسعود میفرمایند که اگر من اضافه هم سوال میکردم، پیغمبر بیشتر به من جواب میداد. همین اندازه اکتفا کردم و بعدم اون آیه را
حضرت عبدالله ابن مسعود خواندند که والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون. اینا عباد الرحمن هستند، اینا بندگان الرحمن هستند. این اولین مسئله که جزای قتل عمد در امین آیه 93 سوره نساء آمد. آیه 94 که دنباله من آیه هست اشاره می کند به طرف یک واقعی. خداوند خطاب می کنند به مؤمنان. از 89 خطابی که در اینجاست، این خطاب 24 یا 25 که در سوره نساء آمده. می‌فرماید الذین آمنو، ای کسانی که شما ایمان آورده اید، اذا ضربتم فی سبیل الله، وقتی که شما خارج شدید، به مسافرت رفتید، به جهاد رفتید که در راه خدا بود، فتبینوا، خوب تفتیش بکنید، خوب تحقیق بکنید. ولا تقولوا، نگویید لمن القا الیکم السلام، لمن القا الیکم السلام. این معیار شناخت هست. کسی که به شما سلام میدهد، شما به اون نگویید که لست مؤمنا، تو مؤمن نیستی. خداوند عتاب میکند، خطاب میکند، سرزنش میکند، توبیخ میکند یک گروهی از مسلمانان را که یک انسانی را کشته بودند، اونم به صورت خطا. قضیه چی بوده؟ شأن نزول های مختلف، تقریبا 6 تا شأن نزول نمیشته میکنند در اینجا مفسرین. من اما یکی را میگویند، بقیه هم میگه ماننده همون هستم. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم یک سریه را، لشکری را بعد از فتح خیبر که یک قوم در اونجا آمده می شدند که بر مسلمانان حمله بکنند، رسول الله سریه را، لشکری را که از 400 نفر کمتر بودند، اونا را فرستاد که شما به طرف اونا بروید، که اونا به طرف شما هجوم نیارند. وقتی که مسلمانان رفتند، اونا خبر شدند که لشکر حضرت رسول الله میاد. خیبر یهودیت خیانت کرده بودند، شکست خورده بودند. اونا گفتند که خیبر با اون قلعه محکمش شکست خورده و تسلیم مسلمانان شده، ما دیگه عدد نیستیم. اینا فرار کردند و رفتند و پنهان شدند. یک کسی که در میان اونا مسلمان شده بود، این خبر شد که مسلمانان میاند. تعداد گوسفند داشت، اینا را برداشت و به طرف مسیر مسلمانان آمد. بعض میگن زن و بچهش می همراهش بوده یا نبوده، بیارحال اون که آمد، وقتی که مؤمنان را، مسلمانان را دید، گفت السلام علیکم، سلام داد. نگفتن که این از سرس جان شما سلام میدهد. دوباره کلمه طیبه را خواند. حضرت اسامه اون را کشت. حضرت اسامه اون را کشت. در حال وقتی که اونا خبر نشدن، گفتن یک کافر را که حربی بوده و معاند بوده و دشمن بوده کشتیم. وقتی که به مدینه رسیدن، خداوند از حال اون شخص خبر داشت، خطاب کرد به مؤمنان: یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله، اگرچه بیرون رفتن شما برای خدا باشد، اما فتبینوا، هر جا می روید تحقیق بکنید. ولا تقولوا، نگویید لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا، نگویید تو مؤمن نیستی. مؤمن از خود علامت های داره. سلامش علامت دینش بود، علامت اسلامش بود. کلمه طیبه علامت اسلامش هست. اذانش علامت اسلامش هست. نمازش علامت اسلامی هست. جانماز به دوشش هست، علامت اسلامش هست. اینا را شما نگویید که تو مؤمن نیستی.
تبتغون عرض الحیات الدنیا. و یک فکر شما این است که همون چند تا گوسفند را دیدید، متاع دنیا را، کالای دنیا را، عرض دنیا، اون چیزی که عارضی هست و پایدار نیست، بقایی نداره، شما اون طلب میکنید. فعند الله مغانم کثیره. پس بدانید در نزد خدا همه چیز است، همه خزائن، همه سرمایه ها در نزد خدا هست. شما چرا این کار کردید؟ کذالک کنتم من قبل. شما جلوتر هم اینطوری بودید. در یک شهر یک نفر مسلمان میشد، از ترس اسلام و دین خود را آشکار نمی کرد. شما هم چنین بودید، در شهر مکه هم چنین بودند، در جای دیگه هم چنین بودند. هر کسی خبر نداشت که شما مسلمان هستید، خدا خبر داشت. شما هم چنین بودید، مظلوم بودید، گمنام بودید و از ترس دشمنان حتی کلمه طیبه را اظهار نمی کردید. فمن الله علیکم، خداوند بر شما احسان کرد. بعد میگه فتبین. در یک آیه 2 مرتبه خداوند فتبینو را بیان میکنه. فتبینو ان الله کان بما تعملون خبیرا. ما خدا اون چیزی که شما عمل میکنید خبر دارد. خداوند میدانست که غرض صحابه، غرض حضرت اسامه، غرض امراهانش اون 4 تا گوسفند اون چوپان نبودن، متاع دنیا نبود. از عمل شما و از عمل اون شخص خداوند خبر دارد. خداوند میدانست که هدف اینا این بود که این از ترس جانش کلمه طیبه را خواند. وقتی که جای حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدن، این آیه را پیغمبر برای اونا خواند که خدا خبر داشته و خبر میده شما چه کاری انجام دادی. حضرت اسامه گفت که اون از ترس جانش کلمه طیبه را خواند، از ترس جانش به ما سلام داد. و الله شققت قلبه، چرا دلش را نشکافتی؟ اسلام، دین، قرآن، من پیغمبر به ظاهر و شخص اکتفا میکنه، به باطنش کار نداره. نعمل بالظواهر ولا نعلم السرائر. ما به ظاهر عمل میکنیم، از راز دل مردم خبر نداریم. هر کسی به هر نیتی که کاری را بکند خداوند از باطن اون خبر دارد. جمله زیبایی است در قرآن میاد، یوم تبلی السرائر. این خیلی تکان دهنده است که یوم تبلی السرائر، روزی که همه رازها آشکار می شوند. روز قیامت روزی هست که هر چیزی که در وجود انسانه، در قلب انسانه، در عمل انسانه، همه آشکار می شوند. یوم تبلی السرائر، در روز این اسرارها و این رازها آشکار می شوند برای کسی که مغرور به قوتش بود، مغرور به اطرافیانش بود. یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. در اون روز هیچ قوت و توانی ندارد، نه کسی در اطرافش هست. انسان تنها می میرد، در سکرات موتش کسی شریک نیست. تنها قبر می شود، در اونجا کسی با اون دفن نمی شود. تنها جوابگو هست، کسی اونجا در کنارش جواب نمی دهد. تنها حشر می شود و تنها محاسبه می شود. یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر. اذا الله عزوجل در این آیه 2 مرتبه می فرمایند که شما چه کار بکنید؟ مسئله را تغییر بکنید. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع.
هر کسی هر چیزی گفت انسان باور میکند، باور بکند، این کار خوبی نیست، برای اینکه در ضمن اون گفته ها شاید چندین دروغ باشد. چیزی که همه خیانت ها را، همه جنایت ها را پنهان میکند دروغه. دروغ بدترین جرمه، برای اینکه هر جانی که جنایت میکند تا دروغ نگوید جنایت خود را نمیتواند پنهان بکند، جنایتش پنهان نمیشود. پس به این سبب دروغ بدترین جمله است. در حدیث قدسی که در خطبه نماز جمعه خوانده می شود، این حدیث قدسیه: الصدق ینجی والکذب یهلک. دروغ راست انسان را نجات می دهد، دروغ انسان را به هلاکت می دهد. بعد می فرمایند که الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. تا وقتی که انسان روزیش کامل نشود اون نمی میرد. الا فاتقوا الله و اجملوا فی الطلب. از خدا بترسید، از راه درست روزی خود را طلب بکنید. روزی اگر کم باشد حلال باشد برکت دارد، اگر زیاد باشد خبیث باشد برکتی و هیچی در اون نیست. ولو اعجبک کثرت الخبیث لا یستوی الخبیث و الطیب. این دوتا برابر نیستن. طیب من رزق حلاله، خبیث من مال حرامه. میفرمایند دوتا برابر نیستن. ولو اعجبک کثرت الخبیث. اگرچه شما را به تعجب انداخته این کثرت اون مال خبیث. الله عزوجل در اینجا صحابه را عتاب کردند، دو مرتبه گفتند که فتبینوا. و قبل از اینکه من نتایج این قصه را و اینا را بگویم، من میخوام که صحابه رسول الله را ما بشناسیم که صحابه رسول الله کی بودند. آیات خیلی زیادی در قرآن است و ملاک قرآن مجیده. هر کسی را که تعریف و تمجید می کند ملاک قرآن است، هر کسی را که ردم می کند ملاک قرآن است. در هر میدانی باید ما آیات قرآن را میزان شناخت قرار بدهیم. خداوند درباره صحابه در سوره بقره می‌فرماید فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. ملاک ایمان صحابه است. خداوند دیگران را، چه منافقین، چه یهود، چه نصارا، چه دیگر انسانهای منحرف مانند مشرکین، بگه ایمان اونا اگر مانند ایمان شما صحابه بود اینا هدایت است. اگر نبود اونا در یک مخالفت و بدبختی هستند. آیه 137 سوره بقره. بعد الله عزوجل در اینجا در آیه 95 همین سوره که آیه پرتزمان 94 تفسیر کردم، خداوند وقتی که این جمله را گفت، اکثر صحابه چون سرزنش شدن، خطاب شدن در جنگ سریه حضرت اسامه، اینا گفتن ما دوباره به جنگ نمی رویم چون اشتباها کسانی را می کشیم. خداوند ما را سرزنش می کند. خداوند فرمود لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله. اونایی که در جهاد می روند، اونایی که نشستند برابر نیستند. و فضیلت دارن مجاهدین بر کسانی که نشستند. ما پرسنشون و کلا وعد الله الحسنی و فضل الله المجاهدین القاعدین اجرا عظیما. همه را خداوند در آیه 95 سوره نساء، آیه 2 سوره حدید، خداوند همه صحابه را وعده بهشت کرده. و کلا وعد الله الحسنی، همه را خداوند وعده بهشت داده. و در سوره انفال هم آیه 4 ان 74 خداوند والذین آمنوا و هاجروا، اونایی که ایمان دارند هجرت کردند جهاد کردند در راه خدا. والذین آووا، اونایی که مکان دادند به مهاجرین در مدینه.
و نصر و نصرت کردن پیغمبر را و صحابه را و دین اسلام را. اولئک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمنان به حق هستند. لهم مغفرت و رزق کریم. آیه 74 سوره انفال بود و در آیه 100 سوره توبه هم خداوند وقتی که مهاجرین و انصار و السابقون الاولین من المهاجرین و الانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از اونا راضی است، اونا از خدا و بهشت را برای اونا آماده کرده. این آیه 117 سوره توبه خداوند لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار. قضیه جنگ تبوک بود که صحابه رفتن، 3 نفر از انسانهای مؤمن خالص باقی موندن. وقتی که برگشتن اون 3 نفر خداوند توبیخ و عتاب کرد. برای اینکه توبه اون 3 نفر قبول بکند خداوند گفت لقد تاب الله، خداوند رجوع کرد بر نبی و بر مهاجرین و الانصار. و بعداً فرمود که الله ذوالجلال به اونا رؤوف و رحیم هست. و در سوره فتح هست که خداوند درباره اصحاب حدیبیه، کسانی که در بیعت رضوان شریک بودند که اونجا خیلی بر سر اونا سخت گذشت، 22 کیلومتری مکه مکرمه رسیدند، اما مشرکین اونا را برای عمره نگذاشتند، برای زیارت خانه کعبه نگذاشتند و صلح برقرار کردند. صحابه ناراحت بودند. در اینجا بود که فانزل الله سکینته علی رسوله، خداوند آرامش را بر رسول الله نازل کرد و علی المؤمنین و علزمهم کلمت التقوا، خداوند کلمه تقوا را در وجود اونها گویا که داخل کرد، مانند مهری که یک نامه ای را میزنی همونطوری اون کلمه طیبه به اونا مهر زده شد. و کانوا احق بها، اونا احق بودن به این کلمه و اهلش بودن. و کان الله بكل شیء علیما، خداوند هر چیز را میداند. از راز دل صحابه خبر داشت که بر اونا چه گذشت. این آیه 26 سوره فتح بود. و بعض رسول الله درباره صحابه میفرمایند که ولکن الله حبب الیکم الایمان، خداوند ایمان را محبوب قلب شما قرار داد. و زینه فی قلوبکم، در دل شما ایمان را مزین کرد. و کره الیکم الکفر، خداوند ناپسند قرار داد به طرف شما کفر و فسوق و عصیان. اولئک هم الراشدون، خداوند راشد هستند. خداوند میفرمایند که اولئک هم الراشدون، اینا راشد هستند، راه یافته هستند. الله گواهی میداد که اینا راشدونند. در اونجا گفت مؤمنان به حق هستند. و در سوره نساء و سوره حدید گفت کل وعد الله الحسنى، خداوند همه را وعده بهشت کرده. اونایی که قبل از فتح مکه ایمان آوردند و انفاق و جهاد کردند، اونایی که بعد از فتح مکه مانند ابو سفیان و حضرت معاویه و غیره که اینا ایمان آوردند، میفرمایند که کل وعد الله الحسنى. در تفسیر نمونه در همین ضمن آیه سوره لای حدید می نویسند که روایت ابو سعید خدری است که اگر شما به اندازه کوه احد انفاق بکنید، به اندازه 2 کیلو گندم یا خرمایی که صحابه در راه خدا خرج کردند اون اندازه نمی شود. در سوره توبه بعد از اون السابقون الاولون من المهاجرین والانصار خودم میفرمایند که ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خداوند جان و مال صحابه را خرید کرد که برای اونا بهشت هست. هر جان و مالی را خداوند قبول نمی کند، نمی پذیرد. و در سوره حدید آیه سوره مجادله من حدید سوره مجادله آیه 22 میاد، خداوند میفرمایند که چنان در ایمان خود صلابت دارند که برای هیچ کس پروا ندارند، در مقابل نزدیکان خود میستند، چه پدر باشد چه برادر که خلاف دین باشد. بعد میفرمایند که اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه، خداوند در قلوب اینا ایمان نوشته
و ایدهم بروح منه. از در اینجا دستور این است که خداوند می‌فرماید بدون تحقیق و تفحص در قضایای مشکوک شما وارد نشوید و فعلا فیصله نکنید. عتاب بر قضاوت عاجلانه درباره اشخاص و افراد است، درباره اون طوفان رخ داد. عتاب و توبیخ در دنیا طلبی هست که اونا دنیا طلب نبودن صحابه، بلکه جان و مال خود را فدا می کردن. و شان نزول آیه هم که شنیدید، با وجود که این فضایلی که صحابه داشتن خدا اونا را هم توبیخ میکنن، چون الله عزوجلال مربی اونا بود. الله عزوجلال مربی اونا. پس در هر موضوعی باید ما تحقیق بکنیم. مثلا که در یک سال اخیر در کشورشان مسائلی که رخ میدن بعضی عجیب هستند. سال گذشته در جمعه خونین مکی در مسجد مکی در اونجا تعداد زیاد مستقیم به گلوله بسته شدند، زخمی شدند و هنوزم آثار اون بیچارگی و بدبختی بر مردم و بر کشور هست. باید در یک سال که گذشته بود مسئله شفاف سازی می شد، آشکار می شد، می گفتند که مقصر کی هست، برای چه این مسئله رخ داده، مقصر چه کسانی بودند، چرا این مسئله رخ بدهد، چرا مردم و ملت ایران فرزندان این مرزبوم دشمن یکدیگر قرار بگیرند. چه سیاستی بود، چه مدیریتی بود، چه مسئولیتی بود که اینا دشمن یکدیگر قرار گرفتن. من بارها گفتم این اون نیروی نظامی و انتظامی که در این میدان تلف می شود فرزند ما هست. اون کسی که به عنوان نمازگزار و شخص عادی و راهگذر هست اونم فرزند امین مرزبومه. اینا همه سربازان مملکتن که باید از این مملکت دفاع بکنند، آب و خاک خود را نگاه دارند، آیین خود را نگاه دارند، هویت خود را نگاه دارند. باید تغییر میشد. حضرت رسول الله اسامه که حب رسول الله بود و اللهم انی بریء من فعل اسامه، این سینت رسول الله که خدای من از کار اسامه بیزارم. روز قیامت این کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله را چه جواب میدهی؟ روز قیامت اون کسی که به شما سلام گفت و شما اون را کشتید چه جواب میدهی؟ که حضرت اسامه میگوید ای کاش از مادر متولد نمی شدم و ای کاش این جمله ها را از رسول الله درباره خودم نمی شنیدم. بعداً پیغمبر گفت که شما ندانسته این کار کرده اید، بروید یا 2 ماه روزه بگیرید، یک برده آزاد بکنید، چون قتل خطا بوده و هر چی که از اونجا به دست شما آمده همه اونا را اگر وارثانشون صدقه بکنید، مالی از اون ناحیه دریافت نکنید. این مصیبت است که کسی برای این که من نانی بخورم و خون مردم را بریزد. این نان که فاسد است هیچی، اون نان را در خون مردم میزند و میخورد. اون نان در خون مردمه. بدترین چیز خون ریزی هست. فرشتگان وقتی که خداوند گفت من انی جاعل فی الارض خلیفه، فرشتگان گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، شما کسانی را اینجا قرار میدهید که فساد بکنند در زمین و خون بریزند. این خون ریزی بدترین جرم روی کره زمینه. حالا یک سال گذشت، هفته گذشته چی نگفتم، گلایه هم کردن مولوی چرا چی نگفت. من گفتم که عکس العملی
مسئولین امر و بزرگان ما چی می شود؟ ما دیدم دوباره بلوچستان و اکثر شهرها حکومت نظامی شدن. یعنی من با این تدبیری که من میدانم میگویم که با نظامیگری نمی شود کشور نگاه داشت. تکبیر! با دلجویی مردم، با بها دادن به مردم می شود بر قلوب حکومت کرد، و الا حکومتی که بر جسم باشد پایدار نیست. تکبیر! حکومت بر قلوب است، احسان هست، و احسان می توانی که یک پیلی را پشت سر خود با یک موی بیاری، یا من طوری اصلا اونم رها کن، اون پشت سرت میاد، چون اون احسان کرده. اما با خشونت خداوند به رسول الله میفرماید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. این سیرت رسول الله، سیرت گرامی پیغمبر و سیرت گرامی خلفای راشدین. ما میبینیم که در زمان رسول الله بزرگترین صدمه را به پیغمبر منافقین زدند. به من ادرس بدهید که یک نفر را از منافقین پیغمبر زندان کرد یا اعدام کرد، وجود ندارد. از میگفتن صحابه ای پیغمبر اینا دشمن شما هستند، اینا را مجازات بکنی. گفت من این چنین کاری نمی کنم که فردا مردم بگویند که محمد اصحاب خود را میکشد، یاران خود را میکشد، اطرافیان خود را میکشد. از دل اونا که ما خبر نداریم، مردم هم خبر ندارند. ما میبینیم که نفاق دارند، اما با اونا کاری نداریم. اگرچه در این سوره خداوند منافقین را 3 دسته کرده، 3 گروه قرار داده، و بازم نیامده جایی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی منافقی را به قتل برساند. اونا که قصد جان پیغمبر را کردند، پیغمبر را مسموم کردند، اونا را پیغمبر عفو کرد. گفت چرا تو من مسموم کردی؟ از اون خانمی که در غذای پیغمبر سم ریخته بود که ترور بیولوژیکیش میکند. گفت چرا؟ گفت من اگر پیغمبر باشد که خدا خبرش میدن نمیمیرد، اگر نباشد از شرش راز شده. همونم پیغمبر مجازات نکرد که سم در غذای رسول الله ریخته بود. پس این از خلق رسول الله. انک لعلی خلق عظیم. این خلق پیغمبر هست. یا سال 80 سیل مهیبی آمد در گلستان، همه جا را ویران کرد. یک روز تفاوت 1 سال بعد اون سیل 80 20 مرداد بود. سیل 81 21 مرداد بود. اونجا همه چیز ویران کرد. اما دوباره در سالگرد اون سیل دیگه آمد. ما گفتم خدایا اون مصیبت برطرف نشده که سیل دیگه آمد. ما دیدم که اینجا در این سیل دوم خداوند خیانتی این کسانی که در کشور خیانت میکردند، خیانت اونا را آشکار کرد. تکبیر! این ریشه های درختانی که به اندازه 1 تن بودند، اینا را داخل بطونا روی داخل پل ریخته بودند. سیل بعد که آمد گند اینا را در آورد که اینا خیانت کردند، پل نساختند، ریشه های درختان را داخل بطن ریختند. بعضی وقت خداوند مسائل را تکرار می کند تا مشت انسان های خائن باز بشود. از همین نصیحت ما دل سوزانه، همونطوری که خود شیخ الاسلام فرمودند که از در وارد بشوید، از پنجره خود را نیندازید. نظامی کردن کشور و منطقه یعنی از پنجره انداختن است که راهی ندارد. تکبیر!
واتوا البیوت من ابوابها. از یک خانمی در کل دنیا دیگه الان همه از اون صحبت میکنن. سالگرد اون نشده، بعد دیگه بلای مصیبتی آمده. حالا این روزا یک دختری از کرمانشاه بوده، آرمیتا اسمش کیه، با که اسمارم خوب نمیدانم بعض وقت. حالا اون در کمای مرده زنده نمیدان. اینم باید شفاف سازی بشود. اگر شفاف سازی نکنید، این اگر جرقه دیگری در کشور شروع تکبیر! در همین یک آیه خداوند 2 مرتبه فتبینو میگوید. جوادی آمولی در تفسیر خودش میگوید چون فتبینو آشکار شفاف سازی میکنید مثلا را بگویید. در یک آیه 2 مرتبه خداوند فتبینو میگوید، یعنی شفاف سازی لازم هست. همونطوری که در حدیث گفته الصدق ینجی والکذب یهلک. مامورین بدانند رزق خود را از راهی که مردم را سرکوب میکنند عزیز ما هستند، رزق خود را از این راه طلب نکنند که نه برای خود اونا بقا دارد، در نسل اونا هم تأثیر دارد، نسل اونا منغرس خواهد شد. تکبیر! و این است که ما گفتیم شفاف سازی بشود. مثلا وقتی که ما راست باشیم، راست همه جا انشالله که اثر دارد. پیغمبر فرموده الصدق ینجی والکذب یهلک. الصدق ینجی والکذب یهلک. در کتاب کلاس 5 قدیم بود که محمد رضا پهلوی در شیراز نزدیک تخت جمشید آرامگاه کوروش کبیر سخنرانی داشت. در همون کلاس 5 قدیم من دیده بودم. کوروش آرام بخواب، فرزندان ایران بیدارند. کوروش آرام بخواب، چنین است و چنان است. آخر وقتی که مردم سر و صدا را در خیابان شروع کردند، از ظلم شاه و ستم سواک اونا گفتند، میگن شاه فرار کرد، گفت کوروش بلند شد که گندش در آمد. مردم جو که درست کرده بود. کوروش بلند شد که گندش در آمد. نکنیم که گندش در بیاد. گندش که در آمد خیلی بده. با ملت به زبان صداقت صحبت بکنیم، با زبان راست صحبت بکنیم. راست بگویم جا دارد. دروغ ما را نجات نمیده. دروغ خلاف واقع ما را نجات نمیدهد. حالا یک نفر بلوچه، حالا امروز من گفتم هر یکی از شما صدا و سیما هستید. من هر چی بگویم شما اینجا ضبط میکنید. در دیگه اگر من انکار بکنم من خودت گفتی. یک بلوچه را میزنند با شوکر، سرباز میزند اون را، درجه دارم نگاه میکند، بعدا معذرت خواهی میکند و بعضی میگن اون درجه دار برکنار کردن. این برکنار کردنش چیه؟ حالا یک کیلو رفته، هزارها این طوری شوکری هستن کیلو نمیره. ما بدانیم که کارها با خلق و آرد جمله راست، با خدا تزویر و حیله کی رواست. در آخر همین آیه گفت که ان الله کان بما تعملون خبیرا. خداوند از اعمال ما خبر دارد، علیم به ذات صدور است، راز دل من میداند. وقتی که راز دل من میداند پس من بر کسی ظلم نکنم. زمانی که ما اولین روزهای تحصیل خود را داشتیم، بعد از قرآن مجید 5 کتاب را به دست ما دادن که کتاب درسی بود. در اونجا یادم هست این جمله را مکن بر ضعیفان بیچاره زور. مکن بر ضعیفان بیچاره زور، بیندیش و آخر ز تنگی گور. تنگی گور را میدانیم چه اندازه.
مکن بر ضعیفان بیچاره زور، بیندیش و آخر ز تنگی گور. هر کسی باشم، در هر مقامی باشم، در هر جایگاه باشم، همون یک وجب زمین نصیب من است، همون یک لای کفن نصیب من است. اونجا تنها هستم دیگه، نه اعضای خانواده هست و نه اطرافیانی هست و نه لشکر و سپاهی هست و نه گروهی هست و نه طرفداران من هستم. من خودم باید به تنهایی جواب بدهم. اون تنگی گور را در نظر بگیریم و نانی که جان دیگران، قیمت جان دیگران هست، نانی که در خون دیگران اون را میزنیم و میخوریم، اون نان بلای جان میشود. تکبیر! اون پست و مقام بلای جان هست. الله عزوجلال همه ما را توفیق عملا نیک بدهد و از کارهای بد و زشت نگاه بدارد.